خب به نام خدا، زیباجوی عزیزمون جراحی بینی ترمیمی داشتن و 2 یا 3 بار جای دیگه عمل کرد. 3 بار جای دیگه عمل کرده بودن و خب جراحی خیلی ناموفقی داشتن. بینی خیلی 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 کوچیک شده بود. از خودشون بپرسم وضعیت تنفسیتون چجوری بود؟ شکل بینی چجوری بود؟ نمیتونستم بکشم. خب همیشه یه بطری بالای سرم بود موقع خواب. الان واقعا وسطون نردم عالیه. خب و این که الان چند ماه از عملتون گذاشته؟ 6 ماه. 6 ماه. اوکی، بسیار هم عالی. اگر دوباره به عقب برگردید این جراحی رو انجام میدید؟ حتما نمیشه دکتر بخشید. و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید؟ حتما. خب بسیار عالی. نیم رختون رو ببینیم. سرتون نظر بیشتر بچرخونید. عالی. و سوراخ‌های بینی هم که قبل عمل خیلی 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 بسته بود، یعنی چیزی که الان داریم بعد از کلی باز کردن اینجوری شدن. خب مبارکتون باشه. خودتون نکته صحبتی حرفی؟ خیلی راضیم و پیشنهاد کردم به دوستان که بیان اینجا. یکی از دوستان برای لباش اومد برای تخلیه. واقعا دستتون برکنم. نجاتن بدید. مبارکتون باشه.